Яка дорога, яком банка, ефтиям те пуштиме будем. Ama vazminta باشه که بگیرد همینجا میشه اما امپیروسا بیار خوبتره بپهمتره بازر میسته سلام علیکم دوستان خوب هستید اینجا کاراتون خوبان خواستم یک موضوع در صحبت کنیم خدا هدایتتون کنه ای جون جان یک بچه هم اونجا آوخوز خورده سلام علیکم خوب هستید اینجا برادرو خوراکتون خوبان که بدون یک مصلحت کنیم پتی شما را باید خیلی حجر حجور نکنیم نشید نمیفهمیم خوب من خواهش میکنم تو همینجا خدمت گپ داری در اینجا بدرو در تلگرامی بابا جان 88 دوشنبه از خدا بترس برزگو در تلگرام من بدروی پیوستیم همینجا صحبت کنیم که خود افغانی اگر با افغانا باشن خوبتر است خوب الحمدلله همین که با خوبیتون کار میکنم والله قسم من از چی کمم الحمدلله همه چیز دارم نه اما دلم با ملت میسوزم دلم با بعضی برادرای یوش میسوزه چون امو شخصایی که بنا ملا یا که شیخی که پس اکران نمیبینیشون نمیدونه کیان دوشنبه مرد باشی که بود رو در اکران ایتالو پارو گپ زنیم یا که اکران تا بکش گپ زنیم 4 سوال میتیم خوب شیخ رحمان حمید و مردک بچه باشی بود رو در تلگرام صحبت کنیم البته در شات حجاب میگیم در شات این ملوهای پس اکرانی میگیم در صحبت کنیم کو یا حجر حجور کنی کوین یک کس اومد کو بسم الله سلام علیکم سلام علیکم شما را هم دعا کنیم ما را هم قرض آزاد شد سلام علیکم گوش میکنم مکه شکر برادر جان خوب هستی تنجی شکر خدا ساستین سلامتی ها خوب خدا خیرتین چوکاری شکر خدا خدا چه خیلی سازی تنجی فضل خدا ها هم جای شاگرد در همین کتل نکی اجامه هوی کرده همینجا آمدیم با یا کار داشتن گفتم تا یا تیار کردن شونم ما همینجا چیکار کنم یک حجر حضور کنم یا صحبت مسئله رحمت ویدیو امروزه صحبت کنیم که این مردم ما مبارک اجامه مبارک سلامت باشم دودر روی کردگی شاگردی بهترین کس تپراب همه سنجالی که ویدیوش میکنم میپرتم خوب هستی تنجی من علی جان من علم اسلامی ندارم اما من ای پرکتیکای حیاتی خودم بر شما گو میزنم من از دیدگاه اسلام از رکنهای نماز از پس یا که چی اسلام چیز ایت من فهمایش که ندارم گو نمیزنم خوب با هم خاطر میخوام که خوب اکا جان خوب هستی تنجی خودت یگان سوال داشته باشی جان شیرین من سوالی همی کوچگی من جواب بدم میخوام که نه سوال نه یک پیشنهاد است لبای جان این همی حوزی میگن اکاز من جا کمیتری چند چه خوندم میگه که سطر من کردین چی با گب نمیزنه ریش من کردین چی با گب نمیزنه درسته که همجا چند تا کمیتری خوندم خیلی میگم بله همین آدم ها که همین کمیتری نوشته سن اگر خیلی کنکرت نبیوی پیش بره ریش موندگی تو میون او بگه در دیسکتیک من خیلی 10 تیشه دیدم بله من کار من علم اسلامی ندارم نه که آخی برای ریش گپ میزنی جایی که فرض موندگی گجو سنت تو میوای پیشنهاد میکنی تو را 5 وقت نماز فرض چی بنو میخونیش بله
70% همون ریش موندگی ها 5 وقت نماز ها نمیخونن. نماز فرضه. از سنت ریش سنت پیغمبر ریش هم میگن ای انا ای معاشیدن ای رای خالی کردن انا ای او خالی کردن. من یک момент بگم شیخ خدا برادر جان مسئله حجاب همون یک کسی دازی بالنیسا گاو زد یا که کاپیتان خواهر سیام کرد همون اخرانی بود نمیدونم چی در روی استول شتگی کو میگه از متر 3000 تومان میکوام اشتراک میکنن دتی در کره برور یگان کس وای فرمان گرفته بود وای کدمی بود خیال میکنم که از علم دنیوی و اخروی هم بخبر بود هم بدنام کر ملت تاجیک هم مسلمانای تاجیک هم زنای دبرش بودن باید است اگه در بازار کاروان یک کمپیره میقفه وقتی تو یک کس میگه حجاب کو یک کس میگه که نمال حجاب تبگی یا که مثلا میگه حجابی تاجیکی که مثلا میگیم روی تاجیکی بند باید خودت بستگی باشه هم خیلی نیست درست اما هر یک یوبکدار و کونلی که سرلیج اومده میگه تو حجاب تبگی ای پات خودت فرمت تاجیکی که ملت تاجیکی تا پوست لباس تاجیکی تا که بعد بگی چیکار کن یک از دیگر فرمان درست بده اما درست وایو در کامل. موضوع کاپیتان وایو اگون کس فرمان نداده ان شاء الله بر روزای نزدیک میبینی فقط صبر کنی من میبینی کو گفتم کیان بعد نه او ویدیو ابرانی کردیان کوی است 4 تا کیان وایو من من راستی راست تماشا نمیکنم همون ویدیو نه اتویت که حاجی میرزا تماشا کردم بله من همون مسئله در مقصد گرفتم ولی همون آدمایی که خیلی نماز یکا من نمیدونم تا کجا او علم اسلامی شون با قوت کی کی بعد همون تو این افغانستان همون چیزا را من نمیکنم بچه بازی را کی به من نمیکنم ما غیبت از راستیش یگان ملت افغان نمیکنیم غیبت نه این چیزی که حقیقت است نه من فهمیدم مثال از این که همون شخصایی که گاو میزنن ببینه که قریب 50,000 فلسطینی مرد از گودک زن همش جهاد چو اعلان کردن نه تنها اوجا چیکار کرد یا نه تنها اوجا سطر گرفتن کشتن قتل کردن مسجداش رو چپا کردن چو اگر که شما غیرت داره امروز در دست و ولستای نمیخیزی برابر شه بره فقط به گپ همون تری همون خاطر ما رفت به هیچ کس کار ندارم من فقط گفته سودم که برادر عزیز میگن اما گریبان خطر بعد با دیگران کاردار شد درست ای شخصایی که همین هید میکنه که برو در فلان جا گپ زن در مسئله سطر گپ زن در سر ای گپ زن اینا برو اینا رنگ همین مردک پیوست یک گپ زن کو بینم چقدر چیکار داری غیرت داری همینم مثل تو یک بلاگری پرستویم که زندگی عادی خدمت دارم چون نمیبرو گپ زنی ایم بو کامنتر کو گپ زن فقط نوم تا ابو مبو کار بالون هم نوشتگی برو گپ زن هم جکو کی آخی فقط نیم جختن نام مشان نه نگر من همین اینا ایرو که نام همین جختن کامنتاریو در ای تلگرام نگرو می پرش نام مشان نگر مونده صورت یا نگر مونده حقارت آخه تو امکان اکانت بیس اکای بوجون او یا حقارت من از یگان جو ولی همین آدمایی که حقارت لبا همین آدمایی که حقارت کشیدن همیت کو شونت یا فورا نفو حاجی میرزا داملا حاجی میرزا ایشان نوریدین جان داملا سراج الدین داملا عبدالرحیم حضرت خیلی بسیار هستند ببینه که چقدر اولش پروردگار هدایت میکنه چقدر سبب شده که مردم از راه بد خیلی گشتن نه چی ای کلا بود چی ای غرب بود چی ای دیگه وطنا بود پراویل نه حتی حاجی میرزا درست بیچاره درست برمده گپ زده ایستاده که ای مردم صبر کنه بنام امو شخصایی که پس اکرانن ندیده لیتسای همه را گوشو کرده ایستاده گوشت نکنه ای مردم صبر کنه ای مردم صبر کنه گفته ایستاده کو همو بیچاره حضرت دشنا میکنه با من شما را میمونن او مایت شد در همین تلگرام در کامنتاری حقارت کرد قطیش را از بار که ادرس ها داشتم یه حقارت های بزیب کرد
بعد адресоя дод. خب بس مسکو را گشتم به آدرسی همون آخه این خودی بچه گفتم تو در کجای مسکو زندگی میکنی ما در تاجیکستانم خیلی ما از نت گفتم موقع تو چی باید زندگی میکنی آواز من میاد. الو حقارت میگه اون تموزی نیستم آخرت هیچ شو نگون. میگه که من یک نفرم. من به قدر امکان و تواناییم امروز گپ زدم. الحمدلله من به قدر تواناییم گپ زدم. ای مرد که تو میخوای که سطر یا که حجاب معنی کنی، ای زنی که میخوای در کوچه یک دوشنبه یا جا معنی کنی، اول حجاب تاجیکی اختصاص که موهات کشال کشال تو برمده گپ زده ایستادی. من امروز از به قدر تواناییم گپ زدم. آخه ای اون نوشتن که حاجی میرزا را حقارت میکنی، من حقارت برو این همجا گپ زن. ایدیبک رفت تاجیکستان باریشش گفتن این اهمیت شنات یکا بکم هم مرا مش. الو یک 991 108 صبور 990 زنگ زن کوبه امی کی اکا حاضر بیس همجا کو یک تا افغان بابا همیشه سعی من میدونم کو بدورم افغانش کیه کو بدوره کی امو بدرو ما خوشبخشو همجا باشی کو چیکن امو سیلکای تلگرام مونه بدوره بچو کدومت همه جای سیلکای تلگرام مونه التماس همجا اپای گوهر ذکر پیت کنه من پراموی افیرا دچ پافتگیم دست سیلکا شده تلگرام با بوجان است هزار چند پات پیش دارم 300 پات پیش که 200 بدویم همجا صحبت کنیم. برادرو امی کدمت گپ داره این آخی کدمه نمو خوینا نمیدونم چیشون بگم. میگم که یک گپ میگم ادیبک خیست تاجیکستان باریش رفت گفتن که باریش برای زوری با وطنه باریش رفت ایدرنی همجا چند مخشی باریش ویدیو کرده است میگن تو بزی ترا ریشت نمیگیرن بیریش برای ریشت بگیری میگن که اینا دیدی فلانت کردن به هر گونه شما گپ میوی فهمیده سودیو و هم خاطر یک خیرت اقلا هم نمیخیزی نماز تا بخونی میبخشی هم خون تا بشوی طهارت نمیدونی و هم خاطر هرچی گم نزنی. ایوب فایرات کنی ایوب یوریست اگ جای تو تکوی. الو سلام علیکم. لبای برادر برادر دور اومده خواهش میکنم گپ زنه. نه مسئله برای ادیبک برای چی گفتم که مقصد همه طرفه چیکار میکنی همه طرفه گناه میوی یکنه کدمه دور اومده التماس از همه گپی کوچکی قتیم گپ زنی نه پالیتیکا را سوالم که نه اسلامی شمن به این سوالا جواب ندم نه زرانه بگم تو خواهش میکنم. چه ترس نیست؟ اگه بهروز بیاید تو را میتونم برای گوش همجا برادرها خواهش میکنم دور اومده گپ زنه التماس من اقارت کردم گیر اقارت
من ویدیو چی موندم ای برادر سوال مجاد بود. نه این تاجیکستان با پیش نویسگی که نازی از زمان. سلام علیکم. خوبی اکاتینجی سلامتی خوبای بجوری. الحمدلله حاجیش که سلامتی خوب خونگی شکر استاد شکر الحمدلله خوب است. همین یک گپ میگم گپی هر کس گوش نکو برادری من هر یک خو افغان خو توجیک خو ازبک همین چی میگه همین خودت با پسخی بابای نکن من نه بسیار ما اکا آرامم ما آرامم پروستو ای چیز یک میشم اکا جان که همین بیگانه پرستیم همین قشزیق میشم به خدا بیگانه پرستیم بیگانه را گوش میکنم متاسفانه این همی نمیفهمن میگوشو نمیفهمن از بیگانه پرستیم و دور اندیشم یک شخص پس اکران شدگی مثال میگیم از دین آیین اسلام گام میزنه نمیدونم وای کیای متاسفانه همه گوش کرده به هر جا میروند بله به هم هم بگوی خاطر دارد لانگری هم همین گپوی بیزه من بسیار همین خطای لانگری بسیار ده همه طرفه دستگیری همه طرفه بیو گام نزنم بو میگم بو منت وای همه طرفه ما پیش هم دیدگیم سلام علیکم هستیم پیش هم گپ بودیم برای همه ای باباش برادر جان این همین روز من همین روز ایمینا ویدیو کردم برای همو یادتا او مولوی رو همش در نظر نداشتم یادت ایش بود که در دست автомат گرفته ویدیو کردن مردم به جهاد افشاری دعوت دارن من دعوت ما برای هم دو سه کسش بود ویدیوی من پلوس این برای سطر حجاب همو جمان گاب زدم با زبان اچگیم که ای مسلمون ای همو آدم اخرانی که در دهنی در ملیسا بود حجابش شتگی تو کی سطر یا زنی توجیک هم میگیری اگر که تو میگیریش تو باید بگوش در پیش یا نشانه داشته باشه بگو که نه مادر این مادری توجیکه ببین که باید خیلی با لقای توجیکی پوشونده میشوه بله تو پر ای گناه نماز داری نداری در سر توقی نیست تا از لباس ملی گام بزنی تو خودت تک کرتا یا اروپا شدگی این مسئله را گفتم دختره که در این بازار کاروان گاب زد یا زنک قپید که سطر تبگی ایتاگی ای ایمون است خودش یعنی موچر موهاش کشول که موهی زنک فرد باید وای محکم کنه وای محکم کنه محکم رو کرده خودش گاب زد او دختره که گفتم برای سطر گفتم که شما حق وقتی که میخوایی یا اصلا باید کمیته دین مقصد چی میگن کمیته فرهنگ تاجیکستان گپ زنه فهماندهی کنه دو تا احمق خیستن همه ملت بانو من در ویدیو گفتگیم میگن که با هم اول ویدیو التماس کردن که بچه‌ها تا آخر گوش کنه بعد چی می بنویسه گوش نکردن چی میگن تو برای سطر گام میبسین بعد اگر همه برای چی من گفته استادموس آخی قوتی بابا جان همون خمیر هستم من این همه کربرات در ایپی را قلم بگو نش ویدیو نکو اگر هر یک کدیم ما همه تایی گپ زنیم آیا یگان فرمان شیده نشیده یگان قانون شیده نشیده همه چیزا روزای نزدیک شول صبر کنه میبره که همه چیزا دروغن سو استفاده هم منصبوش میگیرن هم طریق کار کردن برنامه کردن صبر کنه اگر این چیزا حقیقت میداشتم من حاجی میرزا ویدیوش نمیگرفتم بمونم همه که شما دینه چی نمیفهم اویا چی بگم اما عصبان وایرون است من پروستو اكيد خیلی دامو حجر حجور میشم با خیلی گام میزنم حاجی من با خدا کنم کامنتاری همینه کن خدا ما هدایت کنه نمیفهمن به هم خاطر خواهش میکنم زوره میکنم هشیار شی والله قسم هر وقتی که یا بلوگر گام میزنه در سیمای بلوگر حکومت میبینه آخه من حکومت نیست من یک نفرم حکومت داره وظیفه داره پرزیدنت بولو میروه اتنینه شو او رو این گفتی ارسو من هم یک ابیت شهروندم که میفورم گام میزنم نمیفورم به قدر امکان گام میزنم یو نمیفهمن ها بچه با قدر امکان گپ میزنیم الحمدلله بگم مینت نمیکنم والله قسم مینت نکنم با بگم تیمینت که یا مرده و یا جاری یا کسلی بشه همین قشم شگر کنه که اقلا در ماهوش یا مرده یاردم کرده میتونیم یا کسلی شگر کنه همین ایدس بته چیکار میکنی نه باید بران تر کما کنه باید با بگیرن دیگری شب گیرن کما کنه باید خودکشی بیگانه پرست میگن
وای به حالش مردم که اگر حبیب بسیار نورمگомedov شامل اگر اسلام махачов з байраш ё мисоле ки акам ёрачок барои чӣ гуфтаистам аз ёки ина чӣ мегӯян зелимхан як бигӯ ки тоҷикистон ба пеш якта бадбахти чӣ буд якта ирис буд чӣ буд ай шаҳри питер ду бачаи тоҷика бурд тирма кард ду бачаи тоҷика бурд чӣ мегӯян провокатсию кард ӯ бачаҳо ки заданаш рафт тирмаш кард ёту боша набоша мо питер қатӣ бо бои лангарӣ рафта будем در تاجیکستان هم о ин ака нигоҳ кар ҳамаи рафт тирма кард ду бор дига байрақи тоҷикистон дар иҷа уҷа бардошт тоҷикистон ба пеш эти шеринар ти наш брат ай бобоҷона қариб калон кунане ана суми масҷида хӯрдӣ ита кардӣ ута кардӣ агар ки ман мехӯрдам 1,500,000 агар мехӯрдам аллоҳ хор куна касе хӯрда агар ин ман айхитумом худкуши бегона пара эту шеринар ти наш брат то тоҷикистон то ҳама ҷоша молидаи зодиянамая а ду тоҷик дар тирма шиштагия намега ки ҳами ду тоҷика бурдшунун намеган ин чизора намеган фақат бояд хидия бикушам бегуна барое ки як калима агар ҳабибаш бига тоҷикистон ба пеш зубайраш бига ман акбора пас намедам просто ака мисол вардаистам ки агар як вой ба ҳоле ки як кас чӣ мегӯян ба пеш бига ин ҳами ту шерина ти наш брат ми вас тебя любим ду тоҷика кушт ҳамун бадбахт шунун диристараш шунун дар тоҷикистон молидаи содиянаш падару модари ё ҳамаи провокатсию кард ин қадарем абобоҷон биз лангари биз фалониш ихели фалониш ухели фалониш ҳаромхӯр ё ки не тоғри бачаҳои тоҷика хиту шоҳиде ки бурд ҳамун бача қама кард провокатсию кард имрӯз мебахшед таҳоша молидаи содиян барое ки вай гап гуфтааста тоҷики шерина таҷикистан хорошо это хорошо субҳаналло намедунам байҷа ту мардахӯру ҳаромхӯр акаҷон худо нишонати айрӯз худо нишонати ман шуморо мисол биёрам қарр накунам як хештавор аз дунё мегзара сум надори роиш кунӣ акаҷон бобоҷони лангари ҳамея видео кунеда мо роиш кунем картаи хита мемонад дар ягон видео картои хитмона намондем дар ҳамин картаи 100,000 ҷамъ мешавад 100,000 дар карта ёни 500,000 ҷамъ мешавад ман ба кардам рӯ айти мегӯм акаҷон ки 5,000 мена бити ки мани қара омадам ин чизо ай мо дурам валло қасам ин чизо таҳмада дар ҳаққи мо 100% راست میگی اکای بوجا خدا قسم اما مایده این چه گم بسیار شیخ مردم نمیفهمه پناه به خدا اکا به خدا که سرا وایرال شد انا السلام علیکم خدا علیکم السلام خب برادر جان باشید آخه شهر آخه نور الله میتیه نور الله میگیره آخه در روی من نور نیست آخه چیکار منی در پیری من برای نور دارش بدرو خدا هدایت کنه متاسفانه من ایو پرا کامera مون چی میگم تری لامپچکا میمونن ایستکو لامپچکا میمونه که در روم روشنی شوه و هر روز کریم پریم نمیکنم من صغیره دیخونم دندون ندارم دیده این سرم کلای دیده این همین خمن تریم فوراتو هم میکنه برو دوی بخایفی نه با باورم نیست رین تاکیم دریدگی با چطور نشون میدین ایدیبک هیچ کار نکرده مقصد از این ریش که یک کس نوشت که زوری به همه ریش برای تاجیکستان مقصد از این که ایدیبک بیچاره برای ریش که رفت تاجیکستان ویدیوها کرد گفتن که تو بزی ریش تا نمیگیرن اگر حاضر من برم اگر ریش ما بگیرن اگر هم بیچاره ریش میگرفتن میگفتن که دیدی تعریف میکردی فلانت کردن با اون خود همه گپ میگی الله بای سلام علیکم و رحمت الله الو گوش میکنم التماس درماده گردن خواهش میکنم از هر یک از شما 700 نفر یا بعد میبینی همین نواری که حاجی میرزا کرده و نوار من کرده در مسئله همون مولویایی که بنام مولوی درسترش گاو زده استودیان درباره تاجیکستان از اول تا آخر التماس با دقت گوش کنی با چی کامنتر مینویسه بنویسه خوب این با کدمه پیوست کنم خوب سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم گوش میکنم
اکا باشم سلام علیکم خوب هستین اکا سلامتی خوب است شکر اکا جان خوب هستی؟ خوب هستی؟ الحمدلله مشرف خوب اکا گشتم اینجا کار کرده اکا این ویدیو تا گوش کردیم انشالله که بهترین سخنه کردی اکا لپت ندارم کردن شو چیدگیم اکا بهترین های بعد همون آدمایی که سخن داریم و همون شخصایی که همین سطح مدرای ما را از سرش میگیرن همون در گفتنیم که برین اخشین همون آدمایی که لباسای یوروپایی میپوشن نوار را بگیرین و خیلی نوار را بگیرین لباس تاجیکی پوشین و نوار دست روزی کنین نوار دم این چیزاش هم انشالله میشه فقط صبر کنی فقط ای مردم صبر کنی همه چیز درو کرده نمیشه آهسته آهسته همش میشه توش تو ای منصباش استفاده میبرم پس میزنن وطنه انشالله ویارم به جزا کشته میشن صبر کنی برادر انشالله شما بدون همین قشکی من نوار حاجی میرزا را پروست و تگ ماندگی نیستم همین قشک بفهمید بس این همه اگر که یک نقطه بس است اگر شعور است بدون که من نوار حاجی میرزا را پروست و تگ ماندگی نیستم جون شیرین خوب متاسفانه نمیفهمم متاسفانه این اکا خوب سلامت بود خداوند حفظت کنه برادر عزیز من یک یا خوب جون شکر دو یا مامی تو میگم فقط با دقت گوش کنید من پراویل نبفهمید من در دوره استودنتی به 2009 2010 بود اگر خطا نکنم دوری جوش خروش همین نوارای حاجی میرزا اینا بودن در همین نوارا پهن کردگی در همین 82 82 تا همین یا مسجد بود در پشتی چهار اتاژا کسی اگر یاد باشه نباشه نماز عصر بود همین نماز خونده استادم اون وقت راستش مسکو روسیه نیومده بودم که چچنیو چه خیلی میخونن دیگراش چه خیلی میخونن همین تک ابیچنی خوندن همین استادم ای پرم یا بچه اومد ای پرم یا بچه ریشوش بالا شروع بچه بود بالا همین دستو همین تزدن یا تاش پورا در تنای ای پام جقیدت چه ای پرا پام جقیدن من نمیدونستم که اون گفتم چیکار کنم من نماز عصر خوندم من نفهمیدم وقتی که گفتم برای چی خدا کردن خیلی وقتی راستی آمدم بعد دیدم یعنی همون زمانی که عیش و سختی دین پیشروی سخت شد بسیار جوانای ما چیکار کردن متاسفانه پیروی دیگه مذهبا شدن پیروی تقلید کرده دستورای خیر شدن آمین بلند گفتن من راستش از اسلام با خبر نیستم که آمین بلند ممکن هست ممکن نیست خیلی دست ممکنه خیلی دست ممکنه الله شاید که من این نازکی رو نمیفهمم چقدر نمیدارم برای که میگن ادبگاهی محبت ناز شوخی بر نمیدارم اما خاطر وقتی که نمیدونم چقدر نمیکنم همین خطاگیو گرفته بردن دیگه عقیده ها را به خدمت سر شد بعد ما سلفی بود سیم سر شدن هر چی کردن ایسا خدمت میشیم هر شتا میخریم ایسا خدمت میشیم خوب بچه‌ها را برداریم چی میگن لبای الو لبای سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله سوزی اکا خوبی سلامتی خوبه؟ بله اکا جون گوش میکنم امی چیزایی که مانده سن امیرا نمیشه که همو بگوین که اول همو یوبکا پوبکا را همو آدمایی که یوبکا میگردن یا با یوبکا میگردن گلی میگردن همو را یا طرفا میکردن نمیشه خب سوال تمام اولیش جواب ته بو سوال دونه خب جون شیرین هم امروز نواری من دیدی گوش کردی تا نه آخر نه تا آخر تماشا تو نکردم آخر تماشا کن و خسته بعد بدرو افیر تو آخر التماس نه که گوش کنی بعد دقت یا مامن چم اهمیت چی من گفتگیم که ای زنی که ته در بازار کاروان فلان مادر قپیدی گفتی که سطر تبگی برای این گپ گفتم باید اول خط اصلاح کنی بعد یا مادر قپی من همون مامن ته درجه گفتگیشم خودت مود کشال ایوب کا کند لیچ کسی کسی که فرمان داشتی فهم دیا کا انا همچه گفتگیم بدرو نوار تماشا کن بعد بدرو خوب من شما رو قبول میکنم با نگوی سوال گرفتم تماشا که تا آخر ویدیو را خوب نه فهمی خوب نه مقصد افتا سرویس 24 من اگر که علیکم السلام عبدالجبار سوزی من همینجا اگر همین بچه را فهمونده نتونستم بگی که نه فهموندهش نتونستیم خیلی کم تونستیم
لبه 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 التماس دور اومده گپ زنی به وقت مردم الحمدلله پروردگار سوز بشه عبد جبار جون چرا یه رکلام چین در چی کلیم آوای خوب برادری عزیز بچه ها خدمه تاجیکستان رفتنی باشه تاجیکستان من از بعتر اگر نوار میمونم تاجیکستان خدمه تاجیکستان رفتنی در ماشین نکی در ماشین یا برادرم میروه بچه که تاجیکستان رفتنی همجا بنویس خوب خوب افتا سرویس 24 برادر خداوند حفظت کنه نظر یا ادرس هجامه به پول بگیم هجامه به پول دولت راضیه و راستی حاضر هجامه به پول نمیدونم اکه مقصد از این که هجامه به پول شکوق نمیفهمم یا ارنده شاید خوب باشیم کم نیست رستم شریف و خداوند حفظت کنه ما هجامه به پول میکنه اون لنگری میکنه در جای که حجر حجور کو بود رو یا پیکی جا چو میکنی تو توقع قریب کشم در باره ایرش چی آخی در باره ایرش در چشمات بم برم می برادر عزیز رشوتونه با عاداب بمونه رشوتونه تازه بمونه رشوتونه خوب نه چی بانی اما هر یک دولت قانون و قانونگذاری خود داره من همه ایک سورا نمیفهم من باید درست جدی بفهمی شیر خدا من یک بلوگری پرستویم السلام علیکم علیکم دودر السلام کلیه ورحمة الله توجیک بیا سوم که کلیه کو که خدا خودش سمی کلیه دادش پدرش کاغ ندا گرفتن همش چیز خدا کنه نیستم تو خدمت چول دوستم بجور تین الحمدلله خوب شما ناز سلامتی خوب او فرزند شکرم جای دودر لگجا مبارک بایش کنیم اومدیم یک جای هجومه نو خوی کدای همجا یک ویدیو چک کنم که بشورا ارندش خوش هم باور خرید اومده اینو ما تبریک کن برادر خوب خوب میشنوسی اینا میشنوسیم اینا و علیکم السلام و رحمت الله استاد کردی برادران بهترین کردی او اینا جوش حجر حضور اینا این با کستپرا ای پیشونی خون میگیره بهترین که خدا قوتش بده ان شاء الله بهترین میشه نه شیرینه را ای هرچی نگو داره ای وای لنگری پتی شوخی داره این لنگره میدونم انسانی خوبه لنگری الله خیرش ده آمین خوب کارا خوب دوستان بجور زندگی الحمدلله خوش چیول هیچ فرزندار خوب شدی الحمدلله ان شاء الله میشه ان شاء الله یکم قانونی الله ای نظام و 04 اینجا برو در بلو بلو در بلو که صحبت کنیم از فرس ما دارم دین خوابه خبر نداره خیال منم خوب من نباشم من میبرم بچه را قبول کن کدامی که گپ دوره دبای چون کن گپ زنه خوب خدا نگهبان مالی ای برادر من خود من خوش نکردم میگه نمیفهمی چی خطر خوش میکنی همچو یک شهروند جمهوری تاجیکستان همچو یک مسلمان یا برادر شما همو فکری اندیشه خم اگر حاضر درباره سطر گپ نمیزدم میگفتی که درباره سطر گپ نزد اینا گفتم که نکنه ما راضی نیستیم اینا برادرو چی میگن قانون الله های گفتم با اینی تری میگه همین قیمه با کی میگه این بگیم شاید خدایی دست میده سعید مونینا خوب سلامیت خدمت باشون وقت داری صحبت کنیم برادر بود رو همجا گپ زنیم لبس علیکم السلام و رحمت الله Kaydomlu sozi. کسوزی تینیم دوملان هستم بابا جان گو ست خویده این از سرم کرد خوبی تینیم من همه ترنسلیت تماشا کردم برای همون منافقا دیدگاه و نظرات خدمت او منافقا میگم همه افغانا را نه که مردم عامش منظورم همون منافقاشان یا همش سیاسی هم یا منافقا این مردم ما نمیفهمد که ایوا چی درد بلا داره در نمو حمید خراسانی شبیه رستم امامعلی در قزاقستان گفت که در اونجا افراطی ها ایستادگن این
پگاه زد تهمت کرد نسبت همو که انا همو خراسانی از اینجا پیش گفتم میگیرم بعد دوام شد همو خراسانی عبدالحمید خراسانی وای در کماندای احمد شاه مسعود هم میدونه شیرینر پنشیر بود در همو کماندای بچه همه بود او بدبختی خواهین وای چیکار کرد همو میلت چه فرو وای تاجیک خودش فروخت گذشت در طالبا یعنی که اومد با تاجیکای خود کشت چیکار کرد وطن فروشید آدمای پنشیر کرد اون همون بدبختی که امروز دادش автомат گاو میزنه او تاریخ او را من 100% میدونم او خودش میگفت که همون نواراش هستن میگفت که این پشتونا یهودی هم پشتونا یا نوزی بود همون او میگه که یا یهودی با یا شکندن این همه یاخی این همه یاخی میگم برای سومشدت 100 تا میگیرن اما متاسفانه بچه‌ها یا شما نه همه وقت میفهمن این سرکه جان متاسفانه خوم هستن و او همون اون او یک تگه دیگرش بخشش زیاد که سویتا کشت روز یک سکو من سویتا گیرو کنم اونا یک منافق دیگریش من یار همش تماشا میکنم یک منافق دیگریش هست که اگر میگه خب اول امام مهدی از درون تاجیکستان بالا میآید اونا یک امام مهدی همو به نام طالب برام همه افغانستان از تمام ملل متحد پس یگان کس نیست یگان دولت به رسمیت نمیشناسه شو نه 80% فقر انا امام مهدی ولی با هم خیلی امام مهدی را با بیمار میاره توش سیا و همش سگ یهودی و سگای نوان و نانشو میتین یا بعد نسبت همیو مردم ما میکنه این یک هدف داره دمی تاجیکستان بر نسبت ما یکم برای تاجیکا شده نوروزگی که کرد انا این سگا پسر یورا روان شو کرد این سگای با همیون اکثریتش تاجیک هم این سگاش همون خراسانی هم او یک گنده دیگریش هم وقتی که رستم امامعلی گفت که در چین در نامش چیه در قزاقستان گفت که اوجا افراطیان این به پگاهش تهمتش کرده پگاهش گرفت با یک چند قپیش دیگری میگفت که مقامات های تاجیکستان نام میگرفت اول با گردون با نسبت ایش کرد همش یک یا ایمو نمیفهم تا هم کامنتاریاش وجه بخون همش بیسوادای ما همه همی بیسواد همیان یا ایمو دوملات خوبی دوملا وطن ایخچه خراب کرد نازینم یک کسا بگم اینجا علم آموز نویسگی برادر گرچنده که از دولت پشتیبانی میکنی دروغ نگو یکم قانونی الله هست یه نویسه که یکم قانونی دولت خدا قانون نداره این افسانه عرباست از خدا بترس علم آموز وقتی چشید از هم که انسانگری نگرد اما یکی الله میگه جبه ما جواب شدیم اما الله امی ملت ما را امی اسلام تباه کرد سوال ایجا ما هم مسلمانیم الحمدلله ما هم مسلمانیم ما ترک تستم خیلی گم نگو اسلام تباه یک مینوت برادر ما مسلمان هستیم الحمدلله ما مسلمانی نگذرم که انسانگری برادر جان که خفت میکنم من دلیل اسلام تباه نمیکنه اسلام با عیب تماما عیب نداره اسلام پاک است فهمیدم دیگه کل دلیل من بگم چی دلیل داره معلم الحمدلله مسلمانیم امی طالبا اسلام جهاد میگفت اسلام میگفت خود دیگه که تمام راهبر پشتو شد اسلام گجا شد دو صفی و تاجیکا هم بدن وای بنده ها هن و یا شخص های هستن که در تای پرده اسلام کارای غشت چون اسلام خودش پاک است برادر منظور من هم یعنی و یا را بگو اسلام نگو نام اسلام نگی برادر منظور من نه ماش بد من خطا گفتم نه که منظور من هم اسلام نگو برادر جان من باید من خطا گفتم شاید خطا گفتم نه که امی از نام اسلام از نام ما شاید این توغری باشد از نام اسلام امی مردم ما را خراب کردن از نام اسلام انا توری می شود از نام ازار احمد یعنی که بنام یورا بنام شخصانی اسلامی میگن اما اسلام بچی خودش عیب نداره برای تازه احتیاط بود من باید امو نظرات دیگه خیلی گفتم اینا دیگه احتیاط باش ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره جان شیرین خوب احتیاط باش برادر جان اینا دیگه کمی مردم ما را اسلام گفت همش سیریا رفت
همش کشتن زناش و عربا گرفتن. برای چی شیروایی شیرمردا بودن فن شو کردن دیدی فن خوردن رفتن همش کشتن اوجا کی بود مسلمون اوجا یگان جهاد نبود اوجا فن کردن جوانا میدونم را جهاد بودن میگه. کشتن به همون خاطر روز این ویدیو را فرستاده که هوشیار شه رنگ هم سیریا تو نکنن سیریا بردن پاسپورتاشو گرفتن دروندن ان اکبر جنگ کو برای جنگ که بردن کشتن شو زناش و گفتن از دید اسلام زناش و گرفتن عربا و به همون خاطر اون هم پرزیدنت هم از این ایال هم همون زنای همون گودکای همه را آورده شده همون شخصایی که اوج مردن در همونجا فهمیدی این مردم به همون ما را خاطر از نام اسلام هم پندشو میکنن دروغشو میگن نام اسلامشو میگیرن تمام. نه اسلام ما هممون الحمدلله مسلمان هستی نه که او نیست که تبرای اونمو یک جاهل میگه که جهاد فرض است. جهاد گفتی در افغانستان 50 سال تباه کرد همون ملت. اون همون چیزی که کشتی همون زراعت جهاده چیکار کردی؟ بیدی اگه بابا جان همین جاهلا نبودن جهاد گفتن وطنش و خراب کردن. به حالا همون با خاطر نوبت موشی بعدن حالا وره گوش کردن وابشه در کار نیسته. همه با همون کای کامنتر نویس تماشابینش همون جاهلای همون امیال خدموان که همون را جاهلا را تماشا میکنن. همین جهاد اساسی ها در فلسطین ای باید ما بریم یا که برند یا که علماها جهاد دعوت کنن به فلسطین که خواهرها زینا شده سودیان کشته سودیان انا جهاد او جاز برادر به همون خاطر برادر منم جان همی است منظور منم همی است که بله برادر شما او سگای یهودی رمیه که جهاد میگن در همون منبران و در افغانستان خودشو زندگی نمینن هم یک حقیقتش اکثرش در همون دولت های همون چیو هم در همون جا هم اونم یک مجاهد دیگریش است در همون سوره در جای است در درون یک آقلخانه بسخانه در افتمات گرفته است در خیلی میکنه. برادر جان یک چیز بگم من همیشه شخصی هم که گناه آدم دروش میگم گرچند خطا کردی کمتر دلم دریافت نسبت اسلام گفتی بیا ایفیر برو یکم پس بلند نگو کم برو با یک دیگه صحبت میکی من طاقت نمیکنم وقتی که دین ما میرسن کم شاید خطا کردی من میگم که من میگم که من شاید که امو گپی که چی داشته ما را از نام اسلام فن کردن من امو را خطا کرد من خیلی این خطا بود من بخشیشم پرسیده میتونم من یگان چی نمیکنم برای که جا بچه ها هر نویسه سن شریف دو اشتالا من میگم بچه ها نویسه سودین هرچی یک نخون نسرین گریزه برادر ایدمی کارچه بچه ها را پیوست کنم بعد بو پیوست میشه انشالله کم اکن نسرین سوچ یک نسرین گریخ خداوند هدایت میکنه. خب سلام علیکم ورحمت سلام علیکم السلام علیکم اکا. باسی تنجی نیمه خدا بسکال الحمدلله. خوراکا خوبم بجوری تنجی سلامتی خوبه سر بلند شکر جان الحمدلله. کنترل. فکر اکا جان اکا همین مسئله که همین اینترنت و حاضر دیده شدیم هم قانون و هم گپ و کلاچه برای تطبیق این و گپ و کار همه میگه که اکا همین پدنالت آدمای خدا ما همین سه تا آدمای پدنالت گپشن گوش میکنه سه تا حرامه میبینه بچه‌ای که همین مهاجرای تاجیک در بله اینجا حرفا سرگردون گشته است. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه اکا جان پروس هم خخ گفتنیم ده همین نوار ده همین افیر که احتیاط باشه برادرها هر گروه ها را گوش نکنید حتی مقصد همون بچه‌ای که در کراکوس سیتی شیدک ببین که وقتی که میقپنش سوالش میتین آیا همه یا کار دادن نکار دادن الله شاید که تا حال باز ما بگیم نکردین همین گناه کراکوس سیتی بچه‌ای تاجیک نکردین پگرش اور به خاطر چی این گپا گفتستم به خاطر که پگرش شاید هم کامراهای درنی چیا کراکوس سیتی برورن صورتای هم بیاره اینا بگیره بگن شما گفته نکردن
انا بگم کردین شاید پگه روز بروران یا سیگار یا کسیگار من بگم پگه پاد ای پشتی بابا جان نه تو یورا گفتی کردین اینا یو نبدین اگر بگم نبدین پگه روز بگم اینا بابا جان پشتی شو گرفتی نبدین با هم خاطر من هازی در مابینم هیچ چی نسبتی به گفتن نیستم اما یا مامین شب ببین همون بچه را وقتی میپرسن که تا ایجا گرفتی فرمانه که بره فلان جو تلگرام گوای فلان جو تلگرام بره فلان جو بکشه و بتر کنه یا ارسولا بکشه سوم بگیری 500 گفت چند صد دلار فراموش کردم همون محل تو گری به همون خاطر میگم که از مسئله تلگرام و کادمیت اصلا همینجا که اومده روسیه پر اومده التیموس پاتنت کنه وضعیت ناآرامه دیستریبیوت اینا نسبت سر تاجیک بعد همین گپ خواهد شاید این نقشهشون بود شاید نبود من نمیدونم نسبت تاجیک خیلی بعد رفتاری رفته شده التماس حجت کنه بعدی وای پشتونه در سر تو بگیره در هر سایت و در تلگرام نداره در همین حالی بعد که هسته حوزی متاسفانه در گجا در بعضی همین کافه ها و رستوران ها میره پولنی بچه های تاجیکن دخترای تاجیکن من پس نمیزنم میلاد من پروسو دیدی بفهمید ریشا موندگی بعضش با سطر داره من سطر داره پس نمیزنم جانم ویدیو مدارو اما همچنین بدنام اینن ریشم بدنام اینن سطرم بدنام اینن ملت تاجیکن با مست علس گشته سودیان متاسفانه من همه عکس و دمی کارگرای دولت خودمو میفهمم که همه چیز عقیدی خودم میگم که همشه دیدم که رفتگی در پیش بانیسای در پیش چی های مدرای سطرش گروم هفتگی همه خیلی بله بله تو که سطر نکی تو چیزی مون نیست چیزی دیگر که سوال همین کارگر دولت خوشمندم که یک آدمی که با قطعاتون بریتون که همین لباس تاجیک چخله های چخل نمونه بستنشون در کار زنهای تاجیک همه خیلی بله 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 شما همه خیلی بندیتون همه خیلی سطر همه خیلی خودتون محکم که توقتا باید بختشون زنه نمونه که بدونشون در کار این مردم رو به همین فرمان برومد دیگه از خوندگی ساعت نخوندگی میبرن بلد شروع کن در اینترنت باجای سالا کلا رفته شده بله همین اگرتون برحمت بله بجای سالک بپسون و باجای سالا برای کلا رفته اینکه شده خب بله پدرتون برحمت برای مردمون نمیفهمد اینجور بچه‌ای که یاشی که صحت نخوندگی عقیدی صحت ندارد در این مهاجرت میبیاد چیکار میکنه دو تا گسیله بخینه میبینه دو افشه میدوال ها میگه که پیوا تئوری با خدا اکاجون به قسحولنتی مسئله پخته مخترمون من یک چی میگم جوانه که در همجا می نویسه بسیار در بیگو لایف در تیک توک یا که همین شیشتگی فقط شورس میگذرونه من همه را در نظر ندارم میونی باری که دختر نگه داره دخترای تاجیک گپ داره است یا ملت دیگر بسیار متاسفانه کامنتر نویسو غیرت گپ زنی نداره خوب پروردگار همه ما رو برای راست هدایت کنه من شخصا نامم بابا جان تولدم 88 با قدر امکان تونستم به خاطر مسلمان بدم به خاطر سطر مسلمان به خاطر سطر ایمانی برادرامون با قدر امکان گپ زدم مرد این همین قدر گپ زنه نمیتونه غم نتین میگه که تو دین فروختی تو من چی فروختم من حقیقت گپ زدم که شخصایی که در اکران دعوا دارن با جهاد خودشون ببینه کیان احتیاط باشه احتیاط شما وارا نمیدونه که چطورگرن در حیات اما بعضی شخصا وارا میشناسن کسی فهمید الحمدلله کسی نتونست الحمدلله خداوند همه ما را هدایت هوشیار باشه بچه‌هایش التماس فهمیده به هم خاطر کسی که فهمیده به خدای قزنگ میزنن خدا هدایت کنه دخ ندارد که برونده عمل گاو زند اکی اینجا شده به پایده می نویسد همش داکومنت کنی لیکن 90 بچه خودم به اهمیت همین بچه خودم در همینجا میبیاد نیست ممکن در تکمیل نمیکنم مایکل جوردن اگر تو مسلمان باشه اول نام اختب نویس نام تا مایکل نوشته با مردم فتوا داده شده اگر بخواهی بیا ای پیش صحبت کنیم با هم خاطر میگه برای با افغانا راست گفتی با هم خاطر رول شما نمیدونه
او افغانو یعنی که همون شخصایی که طالبای در دستند نسبت مسلمانای افغانستان نسبت خواهرها و برادرها چی کردن شما نمیدونید. به همون خاطر متاسفانه خداوند هدایتون کنه، پروردگار دشمنای ملت خار کنه. اکا جان یک سوال بتیم ممکنه شما را؟ بله. نام شما چیه؟ نوام شریف جان. خداوند حفظت کنه. یگان بار ما شما را نزدیک دیدگیم. نه که من میخوام که شما که برو فرش شدن میخوام. انشالله یک سوال میتونیم. اگر حاضر همه جنگ شود در مسکو گیجو میگریزی میره؟ وطن اگر وطن جنگال باشه چی کنی؟ هیچ وطن نیستم. مقصد وطن میره یا یگان جای دیگه نمیرفته. یگان ملت ما یگان جای انتظار نیست نه؟ یگان جا رفت نمیکنیم. یعنی یگان جا یعنی که محلات قشلاقات رایانات از گجایی که باشه همونجا میدوی میره پراویل نه؟ حتی کرونا ویروس چی همینجا مردم گریختن گیجو رفتن یگان دولت نرفتن وطن رفتن بمرم در پیش اوچان بمرم در قشلاقم بمرم. یعنی که وطن نه چی آباد بود که برفتی پراویل نه برفتن. چطوری کناشگری همین وطن میکنی؟ چی میخواهن همین وطن؟ چون که دیدوست یعنی که وطن ما آباد شد، چون که دیدوست یعنی که وطن ما پیش رفت آبادی شد، همون چیز دشمنای ما نمیخواهد که همین دولت ما آباد شود دیگه. دولتش آباد شده نمیخواهد. سلام علیکم. تنجی چول داری؟ بجوری تنجا کی کورکو خوبان؟ سیمای اثر خدا نگهد داره. الحمدلله سوز. مقصد از این که به همون خاطر 100 بار میگیم که میگه که این فرهاد میگه که حجاب ایسر خواهرها گرفته سودیان قسم به پروردگار بخو که لیچ نه همین خواهر اپای خطا گرفتن سطر حجاب شد. چی دروغ میگوی؟ همون یا سه چهار احمقی که خطا کرد در پیش بلنسا و درون بازار برده جریمه کرده سودیان. فهمیدی؟ میگه تو درویا بودی اما چی درویا کردگیم برادر؟ این همجا برو رنگ هم بچه که نیم قاش دورک برو گاب زنگ ما چی درویاگی کردگیم سوال در روی مو گاب زن. اگر در همون اعتراضتون شما دیدگی همون واتساپتون رو دیدگی همون به برامده خط شما با همسوگا شدن در کار رفر رو دیدن در کار کن میتونی؟ انشالله بیام پاکا مترو لوبلینو کار میکنیم اکا جون بیایی لوبوی محل بیا انشالله. پروردگار سربلند باشه. خداوند حفظ کنه. با یگان بچهای دیگه بدرن خداوند حفظت کنه. احتیاط باشه. بچه‌ها را گپ زنه احتیاط باشن همه طرفا. بعد مسئله بچه‌ها خواهش میکنم یگان کس اگر میدرویا در خونه‌تون من راه بتی یا شود شو توجیه کم باشه احتیاط باشه. بسیار بچه‌ها یاشن بسیار شخصایی ان که سرپرستی همون بچهای زکلاتچیک شو میگن نارکوتیک میمونن در کامناتو تو میویا نمیگم که توجیه که رهنتی راست بتی اما بگیش چی حتی حق داره که وقتی در کوارتیر ادراش میتی حق داره که سومکش بکوی یگان چی نداشته باشه بعد چیکار کنی بعد در کوارتیر ادراش میتی احتیاط باشه. به هم خاطر خواهش میکنیم احتیاط. الله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. که بابا جون خوب هستین؟ ان شاء الله سلامتی خوبه. شکر الحمدلله. انا دوستی عزیز چی گفتنی ما هم یکی از بگیم شهروندای تاجیکستانیم به خدا قسم بگیم پایبند قانونیم برای هم تاجیکستان در خوش جانمون میتیم. یکی همچون شهروند هم یک خواهشی بگیم مسلمان‌ها داریم که ای حکومتدارا احترامونه خواهش میکنیم که همه قانونی که گپ رفته است همه را قبول نکنن. یک دیگر اینکه همون 4 فتنه‌گری که برآمد در نوار گرفتن خودشون همون کارا کردن نوار گرفتن بین مردم فتنه انداختن همه را باید جوابگاری بکشن یا نوارشون کنن که همه قانون نابرآمده غیر قانونی رفتن رمال گرفتن مثلا بین این مردم در فتنه انداختن همه را با رسما یا نوارشون کنن باید جوابگاری بکشنشون ان شاء الله اکا جون. ما به خدا همین بگیم همه چی تاجیکستان قبول داریم ما برای همون وطنمون در خوش جانمون میتیم همه کار میکنیم که نمیخوایم که بر ضد همین قانونی که ما مسلمان بر ضد همین بگیم انا زنا و مادر و خواهرای ما یگون قانون برام بر مسئله سطر حجاب ان شاء الله ما باوری دارم که چیز نمیبره این یک گپ که برام
بعد مردم ما همه گفته گپای ختون که سالار بیور میروان کلار میرن هم خیلی میکنن کورا کردن همون نمیدونم بگیم دشمنی دولت بدن برقصدانه کردن بودن بگیم شبکه اجتماعی گرفتن پهن کردن امرا برای چی همین کورا کردن همین نوار امروزه من تماشا کردی که بله من نوارت تماشا کردم باور که خیلی که همون دیدی چیزی که در نظر همون حرب همون شخص همین کار کردن نسبت همون سطر گفتم یا نگفتم بله گفتی اکا گفتی با اینم برادر که پیش عید اومد همین نسبت اسلام او آدم که من نوتوغری نفهموند او چیزی که در دل نیتش بود همو گپا گفت اما شما همچون مسلمان بگیم دفاع اسلام کردیم گفتین کاری که اگه دیگه گفتگید خطا گفتی برادر که برو و دیگرا دعوت کنیم نه تو اصلا ما از دل بای با خبر نیستیم که چی میگن ما خطا اگر نفهم صحابه ابوبکر رضی الله بود یا که عمر بود وقتی گفت که وای مسلمان حقی نیست سنی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت قلب وای پورا کردی مقصد دیدیش میبخشه حضرت خالد ابن ولید میگه وقتی یک که میکشکو قطعی او جادوگر چی میگه قلب وای پورا کردی سه که او برادر گفت ما همه چیکار کردیم گفت ما باورش کردیم ما از قلب وای آگاه نبودیم عقیده وای منین وای چی در درش بود گفت برادرم خطا کردم و قبولش کردیم همچون مسلمان بخشش برسپرای نه بله با اون بعد خاطر ما قبول کردیم دیگه برادرام خواهش میکنم من دیم بار قطعی ما که با جان صحبت کردم باری اول صحبت کردم در مسئله گفتم کامنتاری که کامنتای دشنام حقارت پیش می نویسوندم بخشش پرسیدم من همون انسانم با این دیم شما بار همه بله امی کاکا برادر جان این سه خواهش میکنم بکشه به خاطر نه خدا ما حاضر این گپ بچی خاطر گفتم برادرها که همین پایان در دشنام حقارت کسان همچون جوانمرد شما ببروین مثلا ناراضگی تو نه گپ زنین همینجا ان شاء الله که به واسطه همین کانال که وجود حکومت دارو میفهمم میشنوم ما همچون یک شهروندی تاجیکستان احترامونه خواهش میکنیم ما یگون چیزی دیگه گفتن نیستیم خواهش میکنیم که همین قانون قبول نکن تمام یگون با کنه ایو که میدونین دشنام حقارت میکنین خودتون گناهگار میکنین ما همین کاری که شما نویسنده سین دشنام حقارت همین کارش اصلا ما کردگی بدون برم مثلا پوبلیش بخشش پرسیدم من همین چیز درک کردم که همین چیز یگون در اون انسان یگون چیز نمیره اما خیلی گناهگار میکنم با همین خاطر که بابا جان باز هم باشم ما در بگیم همچون جوانمرد من تیارم برای وطنم مثال جان ما بتم ما در همه چیز تیارم یکی خواهش میکنم که در این مسئله سطر حجاب قانون بگیم که قبول نکنه خوبتر میشه انشالله نیست یگان قانون همه خوب هستانی یا خود درغان یگان قانون نسبت این سطر حجاب این گپ خبر نیست انشالله روزهای نزدیک شاید انشالله وعده 100% میتیم شاید یک چیز میبینه که حیران میشه فقط صبر کنید فقط بله گپ زد بخشش انشالله شاید همون ویدیو باید روی کنن پروردگار و من دعا میکنم اون ویدیو در دستمون بغلطه بعد میبینه که چی گپ است خداوند کنه دعا کنه که این بدبختو دشمنای ملت والا قسم دور کنه پروردگار این دشمنای ملت دور کنه و یا به یگان روح دیگه نمیتونه و یا دژ نوشکر بنده هستن که ببینه در گرانیس افغانستان الحمدلله اصلی و دولت مشکل کمک شو رفته است کورز میگن نگو در شما و گوشوشون مهر ریخته نه دیسودن پروردگار دعا کنه پروردگار همه ما را به روی هدایت کنه احتیاط باش برادر حق برادرها در حق دولت ما دعاگو هستیم بعد باز خواهش میکنم که در مسئله ما ایسونا که همه برآمدن همه بگیم ایغوا اندوختن نوار کردن یک دختری که مثلا رومالی کس اگر فیصلش همه نوار رو همه تماشا میکنن دیدیم من برا مثلا نسبت امو غیر قانونی کردن یا نوارشون بگیرن که نمی کردن یا جریمه یک نمیدونم چیکن که تو که مردم بگیم که انا بفهمن که همین کارو همو کردن یا قانونی نیستن این کارو او کردن جنایتکار همون مرده که همونجا کامera کس همون زنه کس هموان اینجا نه راهبر دولت گناهگار نه وزیر گناهگار نه یگون کسی برای در حالت اگر فرمان قانون میبرمد ایو میکردن اینجا دیگه گپ بود نه که نو برآمده و نوشیده ایو ای پیش چون کردن باقی در امان خدا باشه که بابا جان خواهش میکنم برادرها دعوت ان شاء الله که با فکر عقیده انشالله خداوند نگهدار کاکا جان سر بلند باشید خوب برادر خدا ما رو برای سیرگان دوستان عزیز خیال میکنم که یک نقطه بس است اگر شعور است دعا کنید پروردگار از خواجگی ای قشلاق ای خواجگی ای محله ای رایون اومدگی به شهر ای ولایت از شهر دوشنبه از وطن عزیزمو دعا کنید همه وقت اینجا آرام باشه که از همینجا پرده میرسی و کدام گوشه کنار دنیا که میریم در وطن خودمون پیش پدر مادر و هم قشلاق و رایون باشیم و سربلند باشیم من راستش در جای حاجیم تدمین کتل نیکی هستی بیر برادر عزیز در همین مترو کتل نیکی این همینجا
جای حجامه برادر مونای همین از من انشالله نوارش میکنم حجامه امران حجامه میگن ولی نکلت کش نزده حجامه فیتابوچکا یعنی که این همیشه شایخه کستپراف شخصای کستپراف میگویی با تمام صنعتش هسته برادرو خوب برادرو با حضور انشالله میتونی باز من یا نوارک کوتاه انشالله میکنمش بچهای کتلنی که بیای کدمت که لوبلینا دور بود دیگه جا دور بودن میتونین برای شما باز شده است انشالله در متروی کتلنی که سبحان الله یک قسم خزنگ میزنه که پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه همه وقت گیجان باشه نباشه به خدا در فکری آبادی اولش سلامتی ختم باشه بعد وطن عزیز باشه به خدا به وطنی این خیلی است میگن مشکل است برای هر یک مسلمانی که وطن نداشته باشه هر یک انسانی که اگر که متاسفانه ما خودکشیم بیگونه پرستیم مثل همین که من که بابای خان خفه نمیکنم قهرش نمیکنم بابای خان شاید از این کار خبر نداشت همون بچه‌ای که دو تاجیک در شهر مسکو در شهر مسکو چیکار کرد پستوید کرد غوغا دافت فتنه داخت چی میگن پرووکاتسیا کرد بچه‌ها یادش زدن چیکار کردن بچه‌های تاجیک کش یعنی شنوند ما قتل انگاری رفته بودیم شهر پیتر کسی دیو دوری نداری حاضر دو بار تاجیکستان با پیش گفت اش شرینا تیناش برات все нормально все хорошо حاضر برده سودار کی در تاجیکستان با برده و اصلا بالا کرده سودیم بعضی بلاگرها خانم بعضی برادرها خانم من خیلی غضب دارم با بچه برای بچه‌ها در پس پنجره مادراشو در شکار رسن زیق اما و یا خورده در اوجا گشته سوده بود در وطن عزیز خون خدا که ما مهمون نوازیم اما باید چونی نکنیم این به هم درجه را ما خیلی متاسفانه بیگونه پرستیم اگر این کارمون میکردم ای یا پاد یا توجی که کشته ای بود چی میگفت خداوند نگهدار به همون خاطر حقیقتی تلخ بدرو در این سیلکه بدرو صحبت کنیم کو نفهمیدم که سمای اثر ختم همجا است یکی شورا جون علیکم سلام و رحمت الله من شما را شاید از این کارو به خبر هستی اما خیلی او بچه ما را غم دادگی او بچه خیلی تاجیک غم دادگی بدبخت خواهر تاجیک برای تلفن یک دختر تاجیک موچه کرد تا تلفنش دادن اون دختر یاد داری یا نه داره کو کی بدرو صدای اثر اکا شورا جون نوم چی میبره چی بدرو همجا کو همجا بدرو اینا کوی برادر جون کریل باید اگر اکا شورا همجا باشی بدرو خودت همجا چی گپ است همجا کی تهمت کرده نمیدونم چی اسکندر با تخلص ابو محمد مدنی از اشت جهاد اعلان کرده خودش رنگ عروسو آخه همون ابو خیت فهمو اکا جون با یک روزگه صحبت می‌کنیم او ابو محمد مدنی قوره بلای کبرا لیتوش گپ زنی همجا گپ زنه ای پس اکران جهاد اعلان کرد برا پدنالا بیا خودت قتیم برکو ای چی میاد برادر جون باباریوزاده شبنم کی نمره من کارخونه ده هست 93 93 سلام علیکم گوش میکنم اکا و علیکم سلام گوش میکنم اکا جان لبه اکا شکر اکا اکا میگم همین مسئله اسم شریف چی؟ اش شرینه را اسین شریف نه مقصد ای نمیوی قدشیا گاو زنی ده هر یا ویدیو یک کدام گره شرینه من دو بار افیری وای رفتگیم و برادر مقصد فکر عقیده مگشت گفتگیشم اگر من گپ دیگه با وای ندارم گپ داشته باشم مرحمت دیم خیلی شما بدروی برادر جون صحبت کنیم من هم خواهم شرینه را ان همه خوب است خیش مو گاو زده خوبه همین مسئله اکای لنگوری چی اینی چوتا بیسوی بعد مقصد همین لنگوری و اکای رمضان بیسوی بعد گاو میزنه ده هر یا افیرش خدا هدایت کنه همه ما را یعنی که ما مسلمانیم توجیه باید سرجم شیم اگر سرجم نشیم نمیخواد پشتون میان میگیرن خلاص میشیم
بعد میای آقا کی درباره خواهرام و زنام و دیگه کسایی هم باشن و اون بعد خاطر باید کمی انا بله. مسئله ایدی ایدی قرمونا میگن در تلویزیون من که اگیان این گپا دروغن حقیقت ندارم برادر می هفته هم در اید میشه و اوکیا که انشالله عید میشه عید با خوب میشه با خواهرک و دادر داودا میکنن یا دروغن انشاءالله خی در پانوی خدا باشه که اگه نمی خب قگب دوستم سلامت باشه برادر جون میگه ماشین بپر رکلام میکنه بیا میکنمش انشالله همون بچه میگه گپ دارم بیاد بدرو دامی سیلکه بابا جان قطعی چه گپ زنیم حقیقتی تجکه این همی سیلکه تلگرام بابا جان 88 هزار چند تا چی داره پس پیچیک داره بدرو دامای بدرو صحبت کنیم برادر جان من تاجیکستان ای جیگرش ای دیل ای گردش ای همه جوشم برادر من تاجیکم بس از کی جوشی مهم نیست من تاجیکم بس برادر جان نازدوش که لبای سلام علیکم گوش میکنم سلام علیکم الله برکت علیکم السلام و رحمت بردار خوب است یا ولود خوبه شکر الحمدلله خوب است تندی الحمدلله خدا خیره بردار درباره سطر و حجاب که خواهر و مادرای ما را در تاجیکستان میگیرن سطر و حجابشون را شما از الله شرم نمیکنه که مثال میبره از همون کذابا همون دشمنای الله شما پشتیبانی میکنه شما دو میدونه که همین زندگی دو روزه دنیا را فروختن میفروه برای 2 روزه این دنیا را با آخرت هم میفروشه تو میدونه میرم خب پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک خواهر در یک بازار یهودیا با یک بازار یهودیا حجاب یک خواهر کشیدن گرفتن رفتن این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت هفت مجموعه شیعه را 700 یهودی را کشتن شما رو نمیدید که خواهرها را حجاباشون میگیرن در مقطعا میدارن تگ ترسیگ میگردن و شما را چی پنهان میکنه گپ نمیزنه از الله نمیترسی اولش گپ نزن از الله اول میترسی برادر اولش گپ نزن در بار مسئله گپ نزن که الله روز قیامت و ملائکه که در کفته زش تو را شاهدی میتیه که تو ای چی پشتیبانی کردی برادر از جان حقوق الله پشتیبانی کردی حقیقت میره بیفتیم پول ترسی نگه میزنی برادر گوش کن بیا استاد سوال بتی و جواب بگم سوال بتی جواب بگم میشه تمام گپ زن خوب نام چیست مورا نام عمر مسلمانی الحمدلله مسلمان خب دروغ نمیگویی نامت عمر است نه ها انیق ماشاءالله نگاه کن برادر جان خب من گپ زدم نزدم در مسئله سطر گپ زن گوش میکنم من زدم گپ یا نزدم در مسئله سطر از چی پشتیبانی کردی سوال من من جواب برای تو گپ میزنم برادر جان تو یک نفر در اومدی با من رو پرو گپ زدی میگم من در مسئله سطر گپ زدم یا نزدم تو در مسئله صبر در مسئله سطر گپ میزنی با منفیت خودت گپ میزنی نه از خدا بترس خدا بترس گپ نبر نبیار من لیچ نه تو با من کار داری من در مسئله سطر گپ زدم یا نزدم گوش کن گپ زدی در کدوم مسئله گپ خطی زدی تو گوش در مسئله نکرده سطر ویدیوی من نمیدونی ویدیوی 20 مینوته همین روز من کردگیم این خدی همین روز گپ زدگیم تو گوش کو بعد بدرو گپ زن برادر جان اینا من ترا برادر گفته سودم گرچند ای پشتی اکران گپو قبه گفته سودی تا حتی ولی میگو که ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و گفته سودی ما با خاک پای ویو نمیشیم تا حتی برمده لیتسو تا میترسی نشون بتی با غیرتی تو با اوجرت چی
وقت ساعتش میگه که انشالله خودمون گپ میزنیم بعد. مهم نیست برادر، من گوش کن. بغیر الله هیچ کس حرف ندارم. من ترا میگم که من گپ زدم یا نزدم، تو ولی تماشا نکردم من گپ زدم نزدم. گوش کده برادر، اگر ترس نداشته باشی گوش کن، من یک کسم 1000 انسان پشته، 1000 انسان دشمنای الله پشتن، دشمنای الله. حکم با همین دشمن انسانی الله که چیکار دارم؟ الله من همچون مسلمان ها تو گفتی تو گو که الله همون انسان را خار که قانون میبره درباره حجاب. چو در تبا با حجاب تو در دانشگاه خیلی برادر، با حجاب با تو حتی ایلی تو برادر بگو الله خار کنه برادر قانون برو را. من ایس نه برنه من میگه که برادر تو اگر مرد باشی برو یا بگو حتی میگه حتی تو چهره تا نشون دادن میترسی، میفهمی؟ با غیرتی حضرت عمر صحابه ها پیغمبر دو تو من فقط نگاه که برادر جون، حاضر شما من گفته اکای عمر نگاه گفته که تو چوای سطر گام میزنی، من گفتم گام نمیزنی و من گفتم گاب زدم یا نزدم، حتی تو اول نواری من گوش نکردی. من چی گفتم در شخصایی که در سطر رسیدگی تو اولی من گام نو زدن من نفهمیده خسته چی لپا پاس بلانک ده شدی نسبت یا برادر خود یا توجیه خود. نه همون انسانی که گوش کن، همون انسانی که جهاد اعلان کرد، جهاد حقیقتا فرضه. پیامبر صلی الله علیه و پیامبر مؤمن اخو المسلم گفتن، مسلم اخو المسلم گفتن، مسلمان برادر مسلمان برادر تو پیروی همون پشتونایی تو نگاه پیروی همون پشتونی تو پیروی همون طالبی سوال من گوش که من درباره توجیه گپ درباره پشتون گپ در چی نمیره، گپ درباره جهاد میگو فرض است. میگو جهاد گفته شده جهاد دعوت کرده. جهاد کیو دعوت کرده شده؟ سوال کی جهاد دعوت داره؟ پیامبر صلی الله علیه و گفتم که مسلم اخو المسلم، مؤمن برادر مسلمان برادر مسلمانان. مؤمن اخو المسلم برادر مؤمنان. اگر امروز پیامبر صلی الله علیه و در زمانی که جهاد اعلان کرده بود، زمانی که هجرت کرده بود، دیگه دولت‌ها برای پیامبر نامده بودن برای دین الله. برادر تو چهرت نشون بده من قطیت مردگوار گاوزن ها او تو در فلسطین ندیده سودی اکای عمر جون نگاه کن در فلسطین ندیده سودی زن مرد پداش خیلی نما چهرت نشوناتی میگم در فلسطین ندیده سودی نسبتی 30-50 هزار مسلمان چیکو کرده سودیان یهودی لعنتی چو جهاد اعلان میکنه بدبختی یا امو چیمدار افغانه اونم بدبختی پشتون چو جهاد اعلان میکنه؟ سوال چو تمام علماهای گوش کن، تمام برای انو کذابای یهودی الله خار دنیا شد. والله تمام علماهای روی دنیا جهاد اعلام کردن، جهاد فرض عین شده جهاد. انا امروز همون جهاد فرض عین در سوالی من جواب بدی ای برادر سوال من در گیجو همین بدبختای همین شخصایی که از نسبت تاجیکستان جهاد اعلان کردن در گیجو همون جهاد همون ویدیوش این حاضر برو بعد تلفن کنه شما که نسبت همون یهود جهاد اعلان کردن برای دست پرورده همون امریکا خچن دست پرورده یهودن اومده تاجیک کشته دیگه تو المسلم اخو المسلم گفته استودی اوی بچا بیا با نوبت گپ زنیم گفته استودم سر کی برادر اسلامی اوی اومدن در پنشیر تاجیکو را نکشتن همین بدبختو تو احمد شوی مقصود میدونی کیه من بیزار مرام گروه احمد شوی مسعود من در سرورده نمایوی چرا صدقه پاکی پای احمد شوی مسعود کنه تو میفهمی الله خار کنه کسی که دشمنی الله ما در احمد شوی مسعود کار ندارم، دشمنی الله را ما در جد برادر ما گپ ما در چی رفت گوش تو برادر المسلم اخو المسلم میگن همین تو را حجاب خواهر من تو را من کردیم تو چه پشتیبانی میکنی؟ من کرده من کرده دلیل داری؟ ها دلیل دارم. همین ده نواره که برمدن نسبت همین ده نوار همین روز تو دیدی که حاجی میرزا من دیگران چی گفتن؟ حاجی میرزا کذاب اسمو و کذاب دیگری خد الله خار کنه ویا وقت مرد صدقه حاجی میرزا کنه صدقه عبدالرحیم کنه صدقه علمای تاجیکستان کنه خودکشی بیگانه پرست خودکشی بیگانه پرست شما این هم خیلی ملت فروشه میفهمی من باوری یقین میگم که من باوری یقین میگم که در نوم عمر نیست ترا صدقه احمد شوی مسعود کنه برادر فهمیدی شما بابا جان برای یک روزی حیات زندگی این دنیا آخرت هم فروش اما تمام برای نصیحت میکنم برای من تو احترام میکنم من مسلمانم یا نه ای برادر من مسلمانم
احترام میکردم. الله شاهد، من تو را احترام میکردم. من تو مسلمانم گوش یا نه؟ کن. سوال مسلمان سوال یا هر متوقع گپ زدیم با اوتر بیا ما سوال بتیم که جواب گو میگه اکبر برادر بس успокойся مسلمان بودن تو کی دفعه подожди بیا با سوال جواب اساسن گک بیا برادر جان تا قلبی من آگاه نیست بیا با سوال اورون گام میزنیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسول الله خوب مسلمان هستم یا نه؟ واقعا با اون رکنای تو اون رکنای وقت برادر جان عمل کردن من در مسلمان که هستم همون قلبی من ایدرنی دل من آگاه نیست ایدرنی دل من آگاه نیست من مسلمان هستم یا نه؟ اول همون مفهوم کلمه را فهم، همون رکنای همون کلمه را فهم که همون رکن همون کلمه گفتگی تو چه رکن ها دارد، تو خودت همین کار عقیدت میگردی با برادر سوال من جواب بدید من مسلمان هستم یا نه؟ سوال مسلمان هستم یا نه؟ همه به زبان میگه تو مسلمانی، همه میگه به زبان من مسلمانم. همون کذابایی که امروز در подожди کذاب نگولی برادر یا صورت نمیمونیم سوال بدیم. من سوالات گوش کردم بس گوش مرد میگم که در بچه‌ای که خواهرای در پنشیر مردن برادرایی که در پنشیر مردن مسلمان بودن یا نمردن نبودن؟ اوکی ما همه مسلمان همه مسلمان مرده باشن به عقیده خودشون مسلمان استوده ای انسان مسلمان همین پشتونای اومده سعودیان همین پشتونای اومده سعودیان مسلمانا را کشتن در افغانستان یا نکشتن؟ تو میدونی چقدر آدم کشتن؟ یه دقیقه گوش کن بابا جان. هایش من گفتم گوش کردم کشتن و یا خودشون تو جواب نمیگو نه تو جواب نده سودی به سوال من تو گفتی المسلم اخو المسلم تو میگوی اهل مسلم اخو المسلم آیا مسلمان در مسلمان در قرآن نوشته که بکشه؟ همین روز قرآن در الله بیان کرده گه. الله در قرآن برای که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم متم نوره ولو کره الکافرون. الله بیان کرده که کسی که به دین الله مبارزه میکنه با قوتشون با دستشون مبارزه میکنه الله میگه من کافرها رو سرگردان میکنم. تو یک چیز فکر کن فرض میدونی تو نمیدونی جو ای مسلمان حجاب فرض الله است یا حجاب فرض الله و هیچ کس منکر کردن نمیتونه. کسی میکنه خار ذلیل میشه و میفهمی وای خار ذلیل میشه کسی که برای قانون الله میبروه. اما من ترا گفته استادم که من در مسئله پشتون همین بدبختای مولویایی که جهاد نسبت دولت آباد که مقتدی بودن است. انا که من تنها همین مسئله دا میگم تا همین مسئله دا میگم تا که حاجی تو کنی یک خواهر اسلامی در مکتب میانه حجاب بنده کنی داخل مکتب شود برادر من در خونه که یک خواهر در داخل شود یک خواهر در دانشگاه داخل شود подожди تو از درمادی گفتی من سوال یکم بود که چه نسبت подожди تو گفتی نسبت سطر چه گام نمیزنی برادر من ترا روز گفتم که برادر روز من گفتم گفتی من نسبت سطر گپ زدم نزدیم خودت به دهنی مادرت گفتی که گپ زدی من از گردنم ساقط کردم یا نکردم پیش الله سوال من جواب کن پیش الله من از گردنم ساقط کردم یا نکردم سوال من جواب کی گفتی نه گفتی پیش الله چی گفتی خود جواب میدی اگر تو پشتیبانی کردی برای لا حول ولا قوت الا بالله. ای برادر ای مسلمان ای تاجیک من گفتی تو من گفتی که تو چه نسبتی سطر من گفتم همین روز در ویدیوم گپ زدم ای گردنم همچو بنده همچو مسلمان همچو تاجیک شهروند تاجیکستان ای گردنم ساقط کردم یا نکردم چی گفتی ها کردی با چی میخوای من همون این حوزی من برای چی میگم که حوزی همین قانون اشکارا برآمدگیه که در مکتب‌ها در دانشگاه کردگی استعمال نکنید نسبت دولت قانون وجود نداره والله قانون کفریه قبول کنید تو الله شاهد قانون قبول وجود نداره از خدا من نکو نسبت دولت ملت قومی که یک روز زندگی کن با عزت زندگی کن بابا جان که در دنیا زندگی کن با عزت زندگی کن ای کفر پشتی حکومت یا برادر اسلامی خودت من نمیدونم اکدم دولت گپ زدی اکدم فکری گپ زدی من گپ میگم تو نسبتی جناب علی نسبتی حاجی میرزا نسبتی ما نسبتی مولوی تاجیکستان اگر که احترام نداشته باشی من نسبتی ترم احترام ندارم
برای که خدمتایی که حاجی میرزا کرده متاسفانه یک کلمه شخصا دلیش کم باور جانی بتک بیت فهمیدی از الله بیترسه یک روز زندگی کن با عزت زندگی کن برادری از احترام میکنم که در همین دنیا یک روز زندگی کن با عزت زندگی کن اگر زندگی نمیکنی هیچ وقت نه کفر پشتیبانی نکن فهمیدی تو راه پیش یک علما شین همین کلمه لا اله الا الله تو همین کلمه لا اله الا الله رو پیش یک علما شین همین تو تفسیر کنه که همین کلمه چی قانون داره این رکن داره و تو برای از یک مایلش اینه که اقلا نیمی حاجی میرزا اقلا 1% حاجی میرزا لیتسو تا نشون تی برو اگری امری معروف که مردم نشون بتی او مردک 10 سال 15 سال مردم از راه بد گردان یا طاغوت پرست حاجی میرزا یک فضا بیان ماشین تو خوینی صدقه میبخشه بخدا اگر گندت میگم صدقه خاک پای حاجی میرزا کنه طرف فهمیدی سر صدقه حاجی میرزا یک دین فروش دیگه صدقه خاک پای حاجی میرزا کنه والله حاجی میرزا یک دین فروش ای خدا بترس روز قیامت باز پنهان کنه خوینی برادر ترام خوینی سوال خوینی کی تو خوینی ملتی کسی که از قرآن و سنت پیروی کرد اینو در دولت کفری شما تو صدقه علمای دین صدقه یک شخصی که 10 سال خدمتش جانش هنرش صرف کرد برای ملت تاجیک بیدار شدن از گمراهی از خرافات پرستی امروز چونین گم میزنی توف بر شما الله ترام هدایت کنه رحمت خدا هدایت کنه ای برادرو من بیزور گپی گندم بگی شما همین برادر جان عزیز همین خدمت حاجی میرزا را فراموش کردی شما از برای خدا شما همین خدمت حاجی میرزا داملا عبدالرحیم ایشون نورالدین خیلی حضرت ها بسیارن آیا شما همین خدمت را فراموش کردی این من از هیچ کس دباوی نمیکنم آیا چقدر جزیره بود وطن محله قشلاق مکتب ها در چه حال میخوندیم فراموش کرده اینه بگذار من چی میگی چیزی میگی بگی بگذار گفتم بگیری آیا شما فراموش کرده چه خدمت ها کردین همین بزرگا در همین دینی خدمت در تاجیکستان ای الله شاید میرفتیم مزار را میپرستیدیم میرفتیم در گرد مزار میگشتیم قورو را میرفتیم ای قورو طلب میکردیم ای مزارو طلب میکردیم همین چیزا را با ما اومدن فهموندن رسوندن گودک در این قور میدروردیم ای قور میبروردیم همین چیزا نبودن همین چیزا بدن یا نبودن برادر این خطون بیست فکر کنی همین چیزا بدن دمو یا نبودن ما را همیارا بر روزگی اول پروردگار همیو سبب شد فهموندن این حرامی حلال این خیلی هست این میگه شما که ما عربا و این ایس اوس این دیگه طرفا فکر داریم آیا در عربستان مرده میبره بعد مردنی همو میت در سه بیگه ها یک گاو میکشن در چیل میکشن همین چیزا هستند یا نیستند نیستند تو گوری بابا لنگری اثر بزرم بدر دوستم آیا همیو هستند نیستند یا نه همین سوالی من جواب بده حجر حجور خرا است ما خود دوستم همین چیزا وجود ندارن برادران این سیلکه موندگی بدرو بابا لنگری بدرو برادرها بخشش دیاد که من دیده که همجا گاو داشتم حاضر نه جون شیرین حاضر خیر خوش میکنیم برادر کلمه پیشو لبای سلام علیکم اکا اوز بیزه بیا برگه تکرار کن آقا سوزن آقا سوزن گوش کن بابا اشتراش گوش کن خودت یک بابا قنده
جناب اولی پشوای معظم ملت سه. خب در اینجا با کیاز ایدی بیگ و دیگر این شخصایی که شما هستن، من یقین میگم که شما کافر هستی، شما ملعون هستی، شما دشمن ملت، دشمن اسلام، شما دین فروشه، شما اینقدر مردم سطر حجاب دستگیری کرده هستن برای منعش. لعنت الله با شما کافرها، لعنت الله. ما اگر تو در لباس قتل میکنم قتل میکنم، اینا دونسته بگی در لباس قتل میکنم. ما اگر قتل منافقات همه قتل میکنم. ان شاء الله مؤمن ها با پشان ما حرکت میکنیم، ما در تویشان جهاد فرض شدیم، ما بالای شما میجنگیم، ما شما را با قتل میکنیم. شما امروز امیدوار نباشین که دیگر چی میکنیم. والله قسم شما بدبختا کو همه قتل میکنیم، دست میکنیم این کشور بدر قتل میکنیم، دنیای غرب بریم جلو بگردیم. این وطن ما هست، ما مؤمن هستیم، ما شریعت الله در این وطن تطبیق میکنیم. این لعنتی این قرار مردم افراد کدی بس نبید با برامدی مؤمن های حنفی های افغانستان امروز بعد یک موافق حاجی میرزا بدبخت لعین میخوزی مردم هشی میکنیم. لعنت الله به حاجی میرزا کافر، لعنت الله به تو ملعون، لعنت الله به اون کسایی که در حکومت بدبخت لعین کار میکنید، لعنت الله به شما منافقا، لعنت الله به شما کافرها. این مردم جهاد کنه، بجنگه در راه الله، بسم الله کنه، بجنگه در راه الله، این منافقا را بکشه، حکم این همش قتل این بدبختا را. ما انشاءالله در راه الله حساب میشیم تا قطر خون داریم میجنگیم. ای بدبختا شما ما خوین پای نباره. ای بدبخت من میدونم که تو خود خندیده است، فیلم میکنه اکمس خانوای من را گوش میکنه، من را کنج زنده برم. ما والله قسم تو 15 اشترا نکشی تو کنج زنده نمیرم. یا دونسته بگی ای کافی را ای ملعون شما پوزیشن پذیر کردی، شما هم را ریده ای خدا زده نخند بسینی من تو ملعون من کلم جدا میکنم. ما افسوس که در این وطن نیستم، ما افسوس که در این نزدیکای شما نیستم و ما انشاءالله روز میرسه که ما شما را جواب میکنم. اما با تو شرم دار ایش مونده بچه همین گپا را میزنیم. گیل تکالی کردی میزنیم یا نمیزنیم؟ گیل تکالی کردی میزنیم. ای بچه این سطر امام علی ملعون من کرد قانون باید ای بدبخت گانی از کفر دهن شما گپ زدیستم. این لعنت الله بر شما شما کافر ملعون. ای بچه این یگان مگنیتفون پفتور مونده یا یگان نفتو و پرسیدی 5 بار حکم من چند لا اله الا الله گفتم من مسلمان نه با لا اله الا الله گفتن تو مسلمان نمیشه. یهودی هم برای بگوی لا اله الا الله میگه ملعون، یهودی هم میگه تو لا اله الا گفتی مسلمانی، برای لا اله الا گفتن تو باید شرطایی رو بدونی، تو باید او تسلیم باشی، تو باید او زندگی کنی. یا ماشینی که فریب پری مردم خوره در اینجا 500,000 مردم جمع کرده فریب کنه گشته سی مسلمانی به گپ زنیم. این تو میگو من جهاد میگم گپ میزنم وقتی باشلان گپ زنی بچی گپ زنی نمیدونم تو تاج ای گپ زنی اوضاع تو میترسین نگاه کو بگو زنم 3 طلاق که بابا حرام خری والله بالله تالله حرام خری زنم 3 طلاق حق مردم خورده. سوال تو حق مردم خوردگی، والله حق مردم خوردگی زنی 3 طلاق زمین 3 طلاق هم باشه که تو پول مسجد گرفتی حق مردم استفاده کردی. این خوش حق خوردنه، این خوش حق خوردنه تا حرام خوری. اینا بدون بعدن رفتی لیتسو نشومتی زن قسم خرا کنیم. اینو در موبایل همین یکنی مزوردم لیتسو نشومتی والله بالله پول مسجد گرفتی حق مردم استفاده کردی و از طلب تری نکردی تو حق گرفتی. تمام حکمت برو مدار برو لیتسو نشومتی. من اگر قسم نخوردم برابر تو بیو برو لیتسو نشومتی. بابا جان اگر تو با آب زمزم 10 بار بازی کنی که من تو بار نمیکنم. یک ملعونی، یک مشرکی، یک امروز برامدی یک کافر فرعون الملعون طرفداری کرده هستی بس چی میمونه؟ این مرتد، یک حرام. من تکفیری نبرو، من مدنی شاگردی مدنی شاگردی فلانی نگو. من مدنی تام دورو آیات دیگری تام دورو. من خودم اصلا خودم گپ زدم که حکم تا از زبان مشکل شده. بدبخت میگم کی
تو بدبختت گفته استادم به خاطر که تو گوش نکرده استادی گفته استادم که لیتسو تنشون میتی بعضن قسم خورا کنیم میشوا ما اگر لیسوم نشون بدیم پس ما پرش بعد میگه که ما کلای پر جدا میکنم ما چخل کلای 10 تا دیگه 15 تا دیگه جدا کنم ما این لیسوم برای اون روز احتمالی که حفظ میکنم که ما شما منافقا رو کلاتون جدا کنم ما فکر من بوسپان نیست که ما براتون نشون بدیم که ما رو برای زندان کنی نه ما الله انشاءالله که ما قدرت بتیم ما شما رو نابود میکنم فکر نکن ما مؤمن ها شما رو نابود میکنم منافقا جای شما زندان است یا مرگ است یا نابودی هست شما بزدید الله باید بگید افغان پرست کنتون سوخته گرفته امروز با ویدیو لعنتش تو برای همه افغان نبود که توجکه حمایت کرد همه افغان نبود که چیکار اون احمد شاه مسعود ملعونه که توش ملعون میگی اون کمونیست بود اون اومد دموکرات تجربه داد امام علی برد اون تاجیکستان دموکرات کرد که افغانستان دموکرات کرد میگه بعد خطاش نرسید روز کوی آمریکا و روسیه و بالاخوش هیکل سوخته گشتستان احمد شاه مسعود دیگه بز بود یا خائن روسیه بود خائن تمام آمریکا و دیگر جواب بود اون کیافر پروفسور در صدقه هم احمد شاه مسعود صدقه مبین پشت لعنت الله به تو دام مسعود ما هیچ دیگه باور نمیکنیم ما دیدم مسعود کیه ما دیدم تو کی ما دیدم دیگرش کیه شما احمد خوینه اومدی رفت اونجا خوینه کرد مسعود ما این افغانستان یک قومگرایی و بشابازی کرد پرتو یعنی لعنت الله به تو منافقی کافری خاور زلیل گشته بچه بازی تا دیده شد بدن نلت انسان نبوده تو با شلنگ گفت استودیو آخه چیکار شو کنم دیگه آخه مسلمانو همین مرده لیتسو خطی برو ماشین همون بود هی خداوند هدایت کنه چی شو بگم دیگه با کیه سلام علیکم برام میوزی همیشه قدید گابی سال با وجود جوشتم و من ندونم اما با خدو قسم با وجود خودت کو چیلو مرده که خود ما همی اجوی تو میاد هم زنی امورا در دهنی پدرش بگم اینجا خواهرانش دگن تیموس خواهرانش دگن تیموس خرد بگویا با همی گپت بگو بار پدر ناله یه بخشی با وجود مالش برد غیر از اینجا خواهران پروسش دگن قرار نکنه که خداوند هدایت کنه آخه یا پروس امروز نوار کرده هم حاجی میرزا هم من پارت افتیم یا اوج همش سوخته گرفته من یک شخص بلاگرم یا زنچید با یک شخصی عادی که کارشو میکنه اگر یا کمک دستگاه‌های بالا گپ زنن یا با خود خودشون با فیلم آویزان میکنن این لعنتی خوک پوچک یه مخولی نه همین بچه اگر لیاز میگن که من حرام خری مسجد چی گفته است بود من گفتم والله بالله تعالی قسم اگر میبر مدرسه‌اش نشون میداد کو من قسم میخوردم از همه سویتای میدونی چیه عبارت که والله بالله تعالی بسیار یوج در نظر توبه کردن اعوذ بالله خیلی دیگه بازیشه شده که خدا توبه کنم با اون قاطی با همون زن از قسم زد قسم نخورد برای کی نمیدونه اوجه چی گپ شده چی گپ استرا خدا همه ما ای برادر والله قسم میخورم شگرانه آبادی کنه بنام خدا وقتی که ما شگرانه میگم آخه این مرد نمیدونم چی دی نمیشم در کرانتینش حمد وطن دویده این کراکوسیتش وطن دویده یا پرابلم میشه وقتی که پوتین چی اعلان کرد موبیلیزاسیون همه گرفته وطن رفته گراجدانی و گیجو رفته هیچ دولت ما را از انتظار نیست برای چی شگری هم تنجی آبادی نمیکنه چوی که گمراه شدیم بیگونه پرستیم بله بله چوی بیگونه پرستی میکنیم یک طالبی اونو نمیدونم چیم داره که تمام تاجیک کشت از همه دفاع کرده شدن سبحان الله من نمیفهمم دیگه چی بگم خدا نمیدونم چی بگم امروز من همه افغانا را ویدیو کردم من همش نه وجه چند شیخ هستم با او چقدر شدم همه 2 نفر 3 نفرش که تا دین را همه کیا طالبا را گفته استبدان انا ای خلان و یا زنوش و ایتمنا و یا عیاقی میکنن همه رامی این همون مولوی میگفت یا تاقچه وقت سرش بود امروز خسته بود دامنه طالبا دیگر را گفته شده ای بر امر نعلت که تا اول خودت اصلاح کو تا اول افغانستان اساس کو بعد اخی این همه چه نویسه شدن چی شو بگم بله بله پروردگار خور کنه کسی که پلی مسجد خورده از یک یتیم خورده از یک مرد چی میگن مرده خورده پروردگار خور ذلیلش کنه ای مسلمان من مسلمان تاجیک هم گفته شدم الحمدلله قریب 18 بار حج رفتم پروردگار حجم قبول نکنه اگر یک لقمه حرام خورده باشم یا اوارده باشم ای شما چون نمیفهمی با قدر امکان خدمت کرده شدم برای ملت وطنم
دیمنه امروز هم ویدیو کردیم برای همون بدبختایی که جهاد اعلام کردن نسبت تاجیکستان. اچوان اینمی از سوال برادر چینم داری خدمت اکا جان؟ اکا سلام علیکم. اینجا شدی؟ ای برادرم رفت. این همین سوال همین عادی. آخه چون نسبت فلسطین یا نسبت همون یهود چین برای که دست پرورده همون یهود امریکا ای قاعدت طالب امریکا گرفت افغانستان نازنین داد است یا سپورید این همین امریکا داد. آخه میگه که مسجد خدا در روی زمین باید پنج شود. میگه میموری هم مسجد دعوت کردی در همون مسجد به سلام علیکم. خوب است سلامتیت خوبه شکر. بهترین سخنان را گپ میزنی اکا جان. همین گپ میزنن همه جا پروت خدت اصلا همش کودکن دیدگی نیستن یکم شیر نمیدونن والله قسم یکم شیر دیدگی نیستن. موقعی که اثر من گذروندیم ما جواری مکه میخوردیم همون روزا را بر پیش رو بیارن بعد جهاد بگن خطاب ما کعبه دایو بردگیم الله شاید اکا من خودم با گشنه برای چی من در این کاری خیر بسیار دست میزنم برای که من خودم گشنه و تشنه کلون فیدم. من مادرم در پیش چشم مردگی ای بیسومیه ای کسلیه ای بیداروگیه ای گشنگیه. من خودم نونی جوی میخوردم نونی زغاره میخوردم. یا بچه ده مردم خودم پدرم ده مرده بعد 18 سال من یگان تککوی تا عثمان نغلطیدم. با هم خاطر امروز نمیخوام یا مادر دایم کوچه میمونه با قدر امکان یاردم کنم با قدر امکان کمی هم باشه. یا کس میم مردش نمونه با خاطر کدام خاطر با خاطر که یک گپ است یا فقط درست فهمه فقط من نیپرال نفهمه. اگر یادت باشه پرزیدنت بعد در نواروش میگه که دوره بود که اکرم در شهر مسکو در جای گذشته بود اکش در جنگ بوده نمیدونم فراموش کردم برنامه را مرده من نگاه که سوم نداشتن که مرده خبره تو ها دیگو مادر میگفت که نه آورده مرده را. به همون خاطر نمیخوام اصلا مسلمان در جای مرد باید همونجا دفن کرده شود. اما من توجیه اوه بچه مرده فلان شهر با فلان شهر یا حیات در دل میمونه که مرده بچه در فلان جا هم خاطر مرده رو میگه خاطر پدر و مادر همونجا جمع شود خلاص. با دیگه نمیدونم چی بگم. حاجی اینا بسیارش بچه های یاشتن تولد ای 98 تا نمیده 2005 همون کودکایی که یک خیلیش خیلیش توزه کده نمیتونن ولی الان قسم راه گردی و کار و رفتار و یارم ببینی این روزا گذروندگی هم اینه در اومدگی همش حقوقت شما این یک تا بارتا دیسکاتک برام نشون بدیم همه بچهای خودمون توجیکو دیسکاتک و دیسکاتک متاسفانه یا بسیارش در همین جا یگان جا کار کرده بودن در یک جا یوم باشند در یک جا یوم باشند این همین حقارا نمیسه. الحمدلله فهمیدی؟ حاجی میدونم حاجی من خودم آدم حربی هم میدونم یا نمی گودکاکوی نمی در ای جمع ریدگیان در او جمع در همه جو پس زدگی موره نمی پشتی 5-6 هزار سرباز روسیه موییم توجیکوییم نکی یک ای همه پسترین از موش دیگه ما پشتی نمی اوخی با کمیتر می نویسن اوزی نویسته استن که هم کمیتر رو پریوا دارن هر چیزی که ما میگیم فکر میکنه که او نمیفهمن خوبشون کردین عید از زیادترشون میکردین دیگر چیزو را یک کمی گپو پریوا دارن اوخی بله از یا دوره اشتا که پریواد میشون همه این چیزا دوگو باشین در دولت ما خدا کن تنجی کنن تنجی آرامی باشه بعد پنی کنن یک ویدیو را میبینن بعد دیگه میگیرن کنکوواکی الله هدایت کنن آمین. اکا شورت سلامت باشی اکا شورت سمای اثر باشی اکا جان شبای نفس برادر جان خداوند حفظت کنه پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه ملت ما را سربلند کنه. کسی فهمید الحمدلله نفهمیدم الحمدلله خدا هوشیار تو کنه بیدار تو کنه هوشیار باشه به خدا شکرانه عبادت کنی والله قسم شکرانه تنجی کنی. این نعمت های هستن که الله داده خوب این نعمت های هستن که امروز الله داده شکرانه کنه که ایورا الله میگیره. برادران من جدی بفهمید درست بفهمید من مینت نمیکنم من بسیار دولت ها گشتم الله شاهد من همه شدیدم کی میگم مهاجر همه دولت مهاجرت داره یعنی که حتی همه ارسایی که ما میایم در دولت یا کار می‌کنیم همه ارسا
میروند در امریکا و گرمن دیگر جا کار کرده سودیم. فهمیدی؟ خداوند همه ما را هدایت کنه. کسی فهمید الحمدلله، نفهمید الحمدلله. پناه تو به خدا. بیای برادرها هجومه کتیل نیکی بیای هجومه مترو لوبرینو. بابا جان 88 بود با شما همین قدر فهموند. کسی فهمید؟ خداوند همه ما را به راه هدایت کنه. کسی نواری من تماشا نکرده بدروی نوار حاجی میرزا وقت نواری من در کانال من تماشا کنه تا بفهمه من چی در نظر دارم چی گفته شدم همونجا فقط دلیل گفتم تو. خدا ما را بخشه. کدام تا کامنتر تا نخونده باشم به خاطر خدا بخشه. سلام تا علیک نگفته باشم علیک تو بسلام. خداوند حفظم کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.